We spent years in training, fighting battles uphill. When care is heavy and getting heavier still. If you need or want me, I'm never too hard to find. You know the places that جان پدر مادرشون بیرونن. میگه این پدرشون این مادرشون اینم اینم بچه‌هاشونه. الان مادرشون هم بارداره. سلام. پدرشون باردار نیست؟ پدرشون نه. نره دیگه باردار نمیشه. خب این توپکا چیه؟ اینا همینا توپک پنیری با شیر اصلی هم خوشمزه. بیا داخل عکس دیگه. مسافر میشم مادر دایم کن بخورین نگاه کنین. اینم همون لگه ماست. بخوریم این عربی هم بخور. عربی یا عجمی هم؟ تو بخور. خیلی باشه. نه منظورش اینه که دسره. وای به بخور مشکان. مشکان چرا؟ اینا خیلی خوشمزه. زن عزیزم تازه تر همش تازن پخت روزانه بزن تو رد. پلاستیک میخوای؟ چنگال کوچیک هم داریم. تمام شدیه. بیا باشه مشتری اشکال نداره. نبردنش آردنش. The fire burned out. The warmth has gone away. The fire burned out, darling. The warmth has gone away. You turned so cold on me, baby, and you'll miss my love someday. Fire burned out. It's fading slow and deep. The fire burned out, darling. It's fading slow and deep. I'll keep on moving forward, but I'll cry myself to sleep. که آماده میشه. خب اینا رو باید سرخ کنیم چون اینا این سرخ کردنیه. این دوتا که زودتر آماده میشه. حالا باید این همه با هم اینجا مثلا فرش و اینا رو بخوریم گوشتم. پس شد 4 با یه خالصه گوشت خالصش گوشتش نمیشد بریم. اینم واسه چلومای سرخ شده. آب قلیه.
تو روز خوش. خوبه نه خوبه من دیگه باید تحمل کنی. مورد تهدید ما آدم ناخدا علی بهتره. چون علی رو بگید کجا میگه یکی دیدم کی بود اسمش چیه، ولی ناخدا رو میگی سریع میاد. مثل من بچهای شهرستان رو کلا آقا نوشتم. حالا من کی بود نه کی بود کجا بود خودش رفیقمون رفتیم پیشش برامون یه دهنم خونه کاش نمیخون. چرا؟ تقریبا به ازای هر دهنی که خوند یه 200 تومن گذاشته. جدی؟ این سری بهش میگیم آقا نکن. رضا میگه این کنسرت شجریان رفتون که اصلا باید یعنی اگه همایون میومد مقام برای ما ارزون تر ما جاد خالی زور سنگار بودیم تو کنگار رستوران سنگار خیلی عالی. نامبر وانه. خیلی هم خفن بود خودش. خیلی هم کلا یه چیز بهت بگم همه جا خیلی خوش. اینجا عکس بگیریم. وای وای
کیه اینا واقعی این اتفاق براشون افتاده؟ آره وای چقدر خوشگله. من میترسم برم پایین. وای من میترسم گیا. وای چقدر خوشگله. بچه ها مراقب باشید، من استرس دارم. خیلی بده آخه. پشم چطور میرم پایین؟ واقعا خوشگله. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو منو نگاه کردین. حقیقتش چون دوست داشتم از سفر لذت ببرم، خیلی مثل همیشه براتون ویدیوهای خوشگل نگرفتم. فقط دوست داشتم که قسمتی از این سفر رو ولاگ بکنم که شما هم ببینید. امیدوارم که دوست داشته باشید. تا ویدیو بعدی، خدافظ.